سلام و درود رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. اومدیم با یه تست مودپک جدید. خیلی سریع بریم سراغ ویدیو. آقا خلاصه بهتون بگم، اومدیم ابزار آرمور که نه متاسفانه نداشت و حالا وسیله دفاعی و ابزار و اینا یه لاوایی اضافه کردیم و کلا هم اینه که داخل دستمون یه دونه کتاب داشت که داشت همینو توضیح میداد که واسه سوروایوال چجوری استفاده کنی. خیلی هم من کیف کردم. میخوام دونه دونه تست کنیم ببینیم اول اگه بزنیم که جای آتیش نمیزنه. نه این از شمشیرشه، فقط ما یه ببین رو آرمادیلو بدبخت بعد تستش ببینیم یکی با چند تا بابا قلق میخواد. ای بابا حالا این یه گاو اینجا به ما نمیرسه. آقا میگردیم. لاما اومد پیدا نشد، حالا خودمون دیگه مجبوریم. اوه با 2 تا لاما رو کش. اوه شمشیرش که خیلی خوب بود. حالا من جا شمشیرش یه دونه اگ گاو میذارم که هر دفعه تست کنیم. خب آقا بعدی تیر کمونشه. تیر کمونش یه ویژگی خیلی باحالی داره. میتونی انتخاب کنیم یه چقدر دمیج بده. نما کنیم در آخرین سطح 21 دمیج میده. بزن دیگه. اوه آسمان تیر زد. چی بود؟ یه دفعه دیگه بریم. یا حسین اینا خیلی عجیبه. آقا من واقعا چیزی سر در نمیارم. این نمیدونم چیه، اسمش طولانیه. سریع فقط واسه تو میزنیم. این دست هوی اوه اینو حتما تو سوروایوال هم استفاده با 2 خیلی خفنه هاجی. اوه پشما افکت هم بهمون میده. ببینیم درختو چی میبره. ورشش چی میشه؟ این چیزم میده. بگو این افکت چی بود اسمش؟ فلان چی بود؟ اسلوفالینگ. ببخشید اینا من تبرش آقا نمیدونم. شما چیزی سر در میارین تو کامنت ها بگید. یا حسین یا خود این کاش که درخت ها رو قطع. نه اینو شل زدی. یا حسین ای بابا رو درخت هم یه دونه تست نمونش. اوه طول میکشه تا خودشو تنگ بازسازی کن. بذارید واسه آخرین تستمون. خب دیگه اولشون اینم از این. این به هو میخوره. یا حسین اوه چنلمون بسته نشه. این خفونت آمیزی. حاجی من واقعا نمیدونم. هرچی سردم میرین تو کامنت ها بگی. من این باید خفن باشه. یا علی یه بابا اینا چرا یه گاو بذار ببینم. گاو بدبخت. این نکشش بابا. اینا به درد نمیخوره. این چیه پایین؟ این اینگاته. یعنی با این میتونی مثلا رسیلات تو سور بباد. این چیه؟ این گوسفنده یه تست بدم. چیه؟ واقعا نمیدونم اینا چی هم و کتابش هم من نگاه کردم توضیحات خاصی نداده بود. کتابش هم ایناهاش شاید ما ندیدیم. حالا چیکار کنیم الان؟ خدا نه ببخشید کتابش اینجا بود. اسخای مینمایم از همتون. میبینی دست من همه رفتم آیتم همه ایناشو امتحان کردم. هیچی به هیچی نمیدونم. خلاصه که مواظب خودتون باشید. امیدوارم که خوشتون بچه باشه، لذت ببرین. مواظب خودتون و سلامتیتون باشید. یادتون نره همیشه شکرگزار خدا باشید. فعلا خداحافظ.